سرورم، امر کردین بیا گلفدان، بشین اینجا کم با هم دیگه حرف بزنیم. بفرمایین سرورم، گوش میکنم. چقدر زود بزرگ شدی، باورش سخته. میدونی که تو رو مثل دختر خودم میدونم، تو چشم پدر و دختره هیچ وقت بزرگ نمیشه. منم شما رو مثل پدر خودم میدونم و برام عزیزیم. شکی ندارم. هر چقدرم بخوام تو رو از پیش خودم جدا نکنم، بعضی کارا رو نباید عقب انداخت. با عمه اسما صحبت کردم، گفتی که وقت ازدواجت رسیده و یه نفرم پیشنهاد داد به عنوان داماد. واقعا؟ کسیو که پیشنهاد داده به نظر من کاملا مناسبه، مرد درست و قابل اعتمادیه. ولی بازم من خواستم با خودت صحبت کنم و نظرتو بدونم. کسی که عمت پیشنهاد داد به نظرت مناسبه؟ آماده ای برای این ازدواج؟ میدونی که نظرتو خیلی مهمه. هر طور شما صلاح میدونین سرورم. خوبه. خب پس باید دیگه جهیزیت رو آماده کنیم. با جبری کالفا صحبت کن، هر چی لازمه تدارک ببینه رو زود آماده کن. باشه سرورم. اولی نباید از درسات قبل بیفتی. تا مراسم عروسی میخوام به درسات ادامه بدی، بعدش هم ببینیم چی میشه. حتما. ایشالا که خیلی خوشبخت میشی گلفدان. خیلی ممنونم. با اجازتون. خب چی شد؟ سری بگو. گلفدان زبونتو قورت دادی، مگه حرف بزن دیگه. با نامیک پاشا ازدواج میکنم. زهر ترک شدم، این چه قیافه‌ای بود آخه؟ من از خوشحالی مگه میدونم دارم چی کار میکنم؟ واقعا دارم ازدواج میکنم. اجازه است خانوما؟ بفرما، بیا تو انبر آقا. خاتون بلند شو، لباس خوشگل بپوش، به خودت برس، حاضر شو، پادشاه منتظره. من حاضرم. مگه نمیخوام برم برای تدریس؟ امروز اونجا نمیری؟ پادشاه شام ویژه تدارک دیده. زود باش، حاضر شو، زود باش. دیدی حق با من بود، دیدی؟ باشه، حق با توه، ولی من حاضرم که برم پیشش. ببینم میخوای چی کار کنی؟ بگو ببینم پادشاه از چه چیزایی اصلا خوشش نمیاد؟ تا جایی که من میدونم از بیادبی خوشش نمیاد، از لاابالی بودنم خوشش نمیاد، از کم عقلی هم خوشش نمیاد. خیلی خوب، پس همه اون کاره که گفتی و من انجام میدم. پادشاه هم از من سرد میشه، حرف زدن که هیچی دیگه، حتی حاضر نمیشه نگاه هم کنه. تو واقعا دیوونه شدی. تا به حال یه همچین چیز مزخرفی نشنیده بودم، متاسفم. حالا میبینی مزخرفه یا نه؟ سلطانم، یه پیک اینو آورد. ممنونم ریان. فردا ظهر میخوام تو گوکسو ببینمت. تو اسکله قدیمی بی صبرانه منتظرتم از ما. لطفاً تنها بیا. دلم تنگ شده. نامیک. من که نمیپرسم از طرف کیه، ولی از قیافت مشخصه که از طرف نامیک پاشاست. درست حد زدی والدم. از طرف اونه. وقتی که نامیک پاشا با گلفدان ازدواج کنه، بازم به پیام‌های مخفیتون ادامه میدین؟ نامیک پاشا با گلفدان ازدواج نمیکنه. چطور؟ با پادشاه صحبت کردم.
گلفدان با موسی خان ازدواج میکنه. ولی وقتی از گلفدان نظرشو بپرسن همه چی برملا میشه. مثل اینکه یادت رفته والدم، از دختری تو سن اون کسی نظر نمیپرسه. پادشاه و بزرگترا هر کس رو که مناسب تر ببینن با اون ازدواج میکنن. یادت میاد تو خودت شخصا شوهر منو انتخاب کرده بودی و از من هیچ نظری نپرسیدی؟ آره، ولی راجع به گلفدانم همینطوره. منم دوست نداشتم اینطوری بشه، ولی ای کاش اونم عاشق نامیک پاشا نمیشد. شب بخیر. خدای من بهم صبر بده. سرورم بیا بشین اینجا. یه شاعر آلمانی بود که دوست داشتم ترجمه فرانسوی شعراشو پیدا کنم. گفتم امشب یه نگاهی به اونا بندازیم. خیلی خوشمزه است. نوشه جان. ایول. ایول. آره خب همه به هم میگن. ولی زن این جمله رو زیاد استفاده نمی کنه. شعر گوته است. ببین میتونم درست بخونم. Je pense à toi, que la diane de soleil sur la flamme sur la main. Je pense à toi, que la lune sentie sur la roche. خیر باشه معلم. انگار زیاد خوشت نیومد ها؟ معذرت میخوام ادامه بدین. یه لحظه خیلی خمیازم اومد. اگه اشتباه نکرده باشم اینطوری میشه ترجمهش کرد. وقتی نور آفتاب توی دریا میافته تو رو بیان میاره. وقتی ماه خودشو توی آسمون نشون میده تو رو بیان میاره. سرورم ناراحت نشین، ولی این شعر خیلی خسته کننده است. وقت چرا؟ همش از احساسات حرف میزنه. حالم بد شد. یه کتابی که موضوعش سیاسی یا اجتماعی باشه ندارین که بخونیم؟ چرا هست آنا؟ هست. خوبه. مقابل اجتماعی ژان ژاک روسو. ایول خودشه. نیکولای نادیا اینجا چی کار میکنی؟ اومدی این برام دلسوزی بکنی؟ یا میخوای منو نصیحتم بکنی؟ نیکولای برای خودت یه زندگی جدید و موفق بساز. نه، اومدم اینجا کمک کنم آنا رو ببینیم. حق اینو دارین که یه موضوعی رو بهتون توضیح بدم. این چیه؟ یه فرصتیه تا بتونین برین قصر. این برگه ها رو اونجا میخوام. وقتی اینا رو بردین بگین پیک سفارت روس هستین. سریع بهتون اجازه ورود میدم. فهمیدین؟ نادیا آنا تو حرمسر هست، من چجوری میتونم همینقدر میتونم کمکتون کنم، چون این کاری هم که کردم بیشتر از حدم بود. با اجازهتون. بالاخره فردا میتونم ببینمتون. نه سخنان عمیق و حکیمانه. گفته برای عشقم همه دنیا رو میدم، ولی برای آزادیم عشقم هم میدم.
بازم به موضوع عشق رسیدیم. چیزی گفتی معلم؟ نشنیدم. جمله بی‌معنیه. آنا میخوای اول غذا تو بخور بعد حرف بزن. نمیفهمم چی میگم که حرف مسخره‌ایه. به خاطر یه عشق تمام دنیا رو که فدا نمی‌کنن. آنا هدفت چیه؟ هیچی، کاری نمی‌کنم. به نظرم خیلی هم خوب میدونی چی کار داری میکنی، ولی اینجوری فقط خودتو خنده دار میکنی. همین. سرورم، من نمیخواستم که شما رو عصبانی کنم. میدونم که تو فقط یه هدف داری، اون هم فرار کردنه. از یه سری مسائل میخوای دور باشی، ولی باور کن که این راهش نیست. آنا بعدن میفهمی که اصلا اینطوری نمیشه، چون تا آخر عمرت نمیتونی از حقیقت فرار کنی. برای امشب همینقدر کافیه، دیگه میتونی بری. شب بخیر سرورم. شب بخیر. روز خوش. از سفارت روسیه اومدم. این برگر رو باستی برسونم داخل. نگاه کنید. اجازه داری ببینیش؟ ممنون. عالیه. همشون اسامی درستی هن. فوراً برای مجلس بهشون خبر بدین. اطاعت سرورم. سرورم، تو فکر هستین؟ به خاطر موضوعی که اون دفعه حرف زدین؟ آره نامیک، این زن فکرمو درگیر میکنه. اصرار داره فرار کنه، ولی من دیگه تسلیم نمیشم. ببخشید، من دنبال کسی میگردم که اینجا به کار معلمی مشغوله. آنا پدروونا. شما اجازه دارید ببینیدش؟ بله کاملا. نه اینجاست. عجله نکن، خودم میدونم. تو به کارت برس، من رسیدگی میکنم. منو قابل. تو دنبال کبوتر ما میگردی؟ کبوتر؟ آنا خانوم دیگه. آره خودشه، دنبال اون میگردم. آره چطور؟ خب تو کی هستی؟ با آنا چه نسبتی داری؟ من اسمم نیکولایه، نامزد آنا هستم عزیزم. ای وای. آنا، از صبح تا حالا با هم هیچ حرفی نزدی. اینجوری نکن، تو رو خدا ناراحت میشه. پادشاه یه چیزایی گفت که از ذهنم بیرون نمیره. شایدم حق داره. فرار کردن فایده ای نداره. کاش که احتیاجی به فرار نبود. چی شده انبر آقا؟ چقدر عجله داری؟ آی پری، میتونی ما رو تنها بذاری؟ من باید با آنا خصوصی حرف بزنم. باشو. البته اشکالی نداره. باش. چی شده انبر آقا؟ انگار روح دیدی، مثل گچ سفید شدی. نه روح ندیدم، ولی آنا تو نامزد داری؟ نه، یعنی نامزد داشتم، ولی خب مال گذشته بود، تموم شد. والا اون مردی که تو حیاته اینطور نمیگه. نیکولای اینجاست، تو قصره.
از همه داره درباره تو میپرسه. خوبه، من دیدمش. واسه اینکه کسی نبینه بردمش یه گوشه. ولی همین الان باید بری باهاش حرف بزنی. میدونی که خبرها تو قد سریع پخش میشه. بعدش دیگه معلوم نیست به گوشه کی. کجا داری میری اینجوری؟ نیکولای تو اینجا چی کار داری؟ من اینقدر دارم برای تنگ شده که خدای من یکی ما رو الان اینجا چه میبینی. خبره؟ من که هیچی نمیفهمم. نیکولای بعدن حرف میزنیم. لطفاً از اینجا برو. زود باش. آنها وایسا. نمیتونم بیشتر صبر کنم. فوراً باید با هم دیگه حرف بزنیم. نیکولای چه کار داری میکنی؟ ببخشید آنا، ولی مثلا نمیتونم بشناسمت. اصلا اول با این نامه کوتاه عجله نامزدی رو به هم میزنی، بعدش اینجا توی 4 دیواری خودتو محبوس کرده. اصلا بد نمیاد. واقعا بهم بگو چی کار داری میکنی؟ ازم چی رو داری قایم میکنی؟ بهم بگو. چیزی رو قایم نمیکنم. نگاه کن تو رو خدا، دیگه تو چنگم افتادی خانم معلم. من با خواست خودم اینجا. خوب گوش کن. ما 2 تا دوست بچگی بودیم. خواسته خانواده هامون بود که با هم ازدواج کنیم. ما هیچ وقت عاشق هم نبودیم، میدونی که. تو از کجا میدونی که هیچ وقت عاشق هم نشدیم ها؟ خوبه باز حداقل فهمیدی که عشق واقعی دقیقاً چیه و چه معنی داره. اون فرد کیه؟ کیه؟ بهم بگو، زود باش. دیگه بهتره بری نیکولای. تو نامه همه چیو برات توضیح داده بودم. خدا نگهدار. من اصلا تو رو نمیفهمم. داری پنهون کاری میکنی و من پیداش میکنم. پس مهمون اومده برات. این مرد کیه؟ به شما مربوط نیست سلطانم. مگه میشه؟ هرچی به تو مربوطه به منم ربط داره خانم معلم. خیلی صمیمی به نظر میرسیدی. معلومه که رابطتون قدیمیه. نیکولای دوست خانوادگی قدیمیه. تازه از روسیه اومده و برای دیدن من اومده بود. همین. بی خودی خوشحال نشی. حالا میبینی معلم که بی خودی خوشحال شدم یا نه؟ سلطانم، شما اینجایین؟ دنبالتون میگشتم. از طرف اسما سلطان یه نامه اومده. نامه؟ چی نوشته؟ گلفدان عزیزم وقتی نخوندی از کجا میخوای بدونی؟ ممنونم قاسم آقا. بعد از نماز ظهر بیا بوکسو اسکله قدیمی. اونجا با نامیک پاشا منتظرتیم. این فرصت رو از دست نده اسما. اینایی که خوندم راسته؟ یعنی عمه اسما واقعا واسه ما قرار گذاشته؟ فکر کن چیزی به ازدواجتون نمونده. معلومه که باید هم ولی تو هم باید بیای، وگرنه من از هیجان میمیرم تو راه. باشه میام. میگم عمه اسما با همون بیاد. من و عمه اسما میریم همونجا با گل و بلبل سرمون رو گرم میکنیم. شما هم میرید اون گوشه کنارا. خجالتم نده. باور کن نمیرم. بیا بریم حاضر شیم، بعد به حرفایی که میخوای بزنی فکر میکنیم. باشه؟ من از هیجان نمیتونم حرف بزنم. آقای نیکولای، تو کی هستی؟ سلطانم، به نظرم باید برید فوراً به پادشاه بگید چیا دیدید. این دفعه اشتباه قبلی رو تکرار نمی کنم گلزار. تا کاملا از رابطه آنا و نیکولای مطمئن نشدم هیچی به پادشاه نمیگم. ولی چطور میخواید بفهمید؟ من که نه گلزار، تو باید بفهمی. گفتید من؟ آره تو میگی به خاطر من میری بازار و از قصر میری بیرون، میری محل زندگی آنا. اون اطراف میگی من قوم و خویش آنامو زیر زبون مردمو میکشی. شما اصلا نگران نباشین سلطانم. به امید خدا همه ی شناسنامه‌ش رو در میارم و میام. عالیه. ببینیم معلم
معلم از ما چی داره قایم میکنه؟ من بالاخره متوجه نشدم این نامزد تو هست یا نیست. ای خدا، گفتم قبل از اینکه بیام قصر رو موضوع تموم شده بود. فهمیدی؟ ای بابا، پس چرا اون هنوزم داره میگه که نامزدته؟ چون نمیتونه که قبول کنه. خب وقتی دیدیش بهش حسی هم داشتی؟ منظورم همون حس دوست نه. داشتنه. تنها حسی که داشتم دلسوزی بود، واسه اینکه دلش رو شکستم. ناراحتم. پادشام از موضوع نیکولای خبر داره؟ نه، باید بهش بگیم. میدونی که حتی اگه مربوط به گذشته باشه. داریم از پادشاه حرف میزنیم، اصلا خوشش نمیاد چیزی ازش قایم کنیم. تا هوشیار نرفته موضوع به پادشاه بگی، تو باید خودت زودتر بگی. حق با توه. بهترین کار اینه که خودم بهش بگم. حالا چی کار کنم؟ رویای اسلحه خونه همینطوری به پایان رسید. میدونی که نیکولای چی کار کرد؟ بی سر و صدا مونده. فکر نکنم. امروز برای دیدن آنا رفته به قصر. رفت قصر؟ اگرم رفته باشه نمیذارن بره تو. به کمک نادیا. دیروز برای دیدن نیکولای رفت کافه. باید یه برگه بهش داده باشه، چون امروز نیکولای وقتی رفت قصر اون برگه رو نشونش داد. سرورم، دفتر رو پیدا نکردیم، ولی مهندس سرگئی میدونسته چه بلایی قرار سرش بیاد. به یکی از شاگردای باهوشش گفته اونا رو بکشه، که تو اونها گفته شده که تجهیزات چطوری درست میشه. گیجم کردی موسا. مهندس سرگئی برای احتیاط از دفتر کپی گرفته. یعنی میدونسته قراره بمیره. سرورم، مریض بود، همش معده درد داشت، واسه همون امکان داره جانب احتیاط رو در نظر گرفته باشه. یه بار دیگه فهمیدیم که چه آدم با ارزشی از دست دادیم. خدا رحمتش کنه. سرورم، اگه امر دیگه ای ندارین من مرخص بشم. یه موضوعی هست، ولی این یه دستور نیست. میخوام نظرت رو بدونم. میدونی که خیلی برام با ارزشی. من فکرامو کردم، فهمیدم که وقت ازدواجت رسیده و حتی ردم شده. نظر شما اینه سرورم؟ برای همین بهت مستقیم میگم، میخوام تو با گلفدان ازدواج کنی. نظرت چی؟ من؟ استغفرالله. این چه جوابیه موسا؟ منظورم اینه که من در اون حد نیستم. چرا اون وقت؟ نکنه عیب و نقصی داری که من خبر ندارم؟ تو یه مرد درستکاری، یکی از آدمای صادق و درسته. گلفدان و بغد تو در نیارم، بغد کی در بیارم؟ هرچی شما امر کنید سرورم. تو کار دل امر نمیشه کرد موسا. تو بگو دلت راضیه یا نه؟ موسا میگم راضی هر هستی؟ طور شما امر کنید. باعث افتخار منه سرورم. آفرین، جوابی که میخواستم این بود. میتونی بری. گفتم میتونی بری موسا. میرم. بله، اطاعت میشه سرورم. تو کجا؟ ازدواج کجا؟ حالا بشین فکر کن چی کار میخوای بکنی. نمیتونم بگم چقدر خوشحالم کردی از اینکه اومدی اسما. چه عجیب. جوون بودیم هم زیر این درخت قرار میذاشتیم. حتی وقتی میخواستن منو شوهر بدن زیر همین درخت بهت گفتم.
یادت نمیاد؟ یادمه. مگه میشه فراموش کنم؟ ولی اگه اومدی دلمو به درد بیاری بی خودی تلاش نکن. اجازه نمیدم بهت. نامک چی کار میکنی؟ دوست دارم اسما. از زمانی که یه بچه کوچیک بودم دوست داشتم. زنا نشنون وگرنه وقتت بسته میشه. بسته شده. من در قلبم رو به روی همه بستم. کلیدشم دست توه. لطفاً دلمو نسوزون بیشتر از این. لطفاً بخند که دوباره قلبم به تپش بیفته. چه حرفای عاشقانه. کم مونده باور کنم. باور کن. همش حقیقته. اسما کس دیگه ای میدونه اومدی اینجا؟ نه هیچ کس. پس نیازی نیست خجالت بکشی. دست تو دستم میمونه. صالح، من خیلی هیجان زدم. میدونم منم هیجان زده بودم، ولی به خاطر بعضی هیجانم رفت شد. این کار هر جا میریم مجبوره با همون بیاد. حرفاتونو میشنوم. بشنوی؟ خب که چی کار کنم؟ اگه زندگی تو مدام به خطر نندازی، هر بار منم مجبور نمیشم ازت محافظت کنم. منم خیلی خوشم نمیاد با شما بیام سر هم. نمیخوام باهات حرف بزنم، چون حرف زدن با پایین رتبه مناسب شأن یه سلطان نیست. خیلی هم خوب. کار خوبی میکنید سلطان. منم یکم استراحت میکنم. گستو خیلی کم مونده. خدایا خودت کمک کن. آنا واسیلیا تو این کوچه زندگی میکرده، میشناسیدش؟ نمیشناسم دخترم، من تازه اینجا اومدم. باشه. روز خوش. ممنونم. خواهش میکنم. دنبال کسی میگردی؟ بله خاله جون، من از اقوام آنا واسیلیا هستم. دنبال اونم. میشناسیدش؟ مگه میشه نشناسم؟ ولی اون تو قصر زندگی میکنه، نمیتونین پیداش کنین. واقعا؟ ای بابا، تو قصر زندگی میکنه؟ خب نیکولا چیه؟ اونو میتونم پیدا کنم؟ اونو نمیشناسم. باشه، بازم ممنونم. آها، وایسا. نیکولای نامزد آنا رو میگی؟ نامزدش؟ البته نیکولا نامزد آنا رو میگم. از وقتی آنا رفته قصر ندیدمش، ولی خیلی پسر خوبی بود. ازدواجشون هم نزدیک بود، ولی نمیدونم چی شد یه دفعه. از صبح شما رو ندیدیم سفیر محترم. از که تا حالا سرخود کار میکنی؟ متوجه نشدم سفیر. خیلی هم خوب فهمیدی. فکر کردی که متوجه نمیشم نیکولای چطوری رفته به قصر؟ جواب بده. من هر کاریو به خاطر شما. من هیچی بهش نگفتم. قسم میخورم. گفتا با آنا حرف نزنه نمیره. هیچ خوشم نمیاد چیزی از من مخفی بمونه. ببخشید. دیگه هیچ وقت بی خبر از من قدم از قدم بر نمیداری. فهمیدی؟